سلام بچه ها، من ماریا هستم، مربی یوگا، فیتنس و بدنسازی. این جلسه دومه. امیدوارم که جلسه قبل رو انجام داده باشیم. اگر که آماده هستین روی متن میبینمتون. مرسی. جلسه دومه که شغل صبحگاهی رو با هم دیگه میخوایم شروع کنیم. این جلسه مثل جلسه قبل هم واسه بالاتن هم پایین تنه. میتونین هر وقتی از روز که خواستین انجامش بدین، ولی حالا اگه صبح انجام بدین که خب خیلی بهتر دیگه، انگار بدنتون بیدار میشه، از اون خستگی و خمودگی خواب بیدار میشه. و اینکه هیچی دیگه، فقط خودتون و یه دونه متن، به هیچ چیز دیگه ای هم نیاز نداریم. خب یه دم بگیرین، شونه‌ها رو رول کنین عقب، با بازدم دستتون رو بذارین کنار بدنتون روی متن و یک کشش برای 5 نفس اینجا بمونیم. دم بازدم، دم و بازدم. امیدوارم که صدای من خوب باشه. 3 4 5. خب حالا دستتون رو بزنین کنار گوشتون، کنار سرتون، و این دست رو که روی زمین دارین میکشین، سرتون رو بکشین به سمت مخالف. 5 نفس هم اینجا. دم و بازدم 1، دم و بازدم 2، 3 4 و 5. خب بریم سمت دیگه. دست رو بذارین کنار بدنتون روی زمین و یک کشش. حواستون باشه شونه‌تون این شکلی نیفته. میخوام تا جایی که میتونید سر شونه رو باز کنین و دست از کنار گوش بره بالا کشیده بشه. 3 نفس، 4 و 5. حالا دستتون رو بزنین کنار سرتون و سرتون رو بکشین به سمت مخالف. وقتی که دستتون رو میذارین کنار زمین، روی زمین، اینجوری دیگه باسنتون خیلی بلند نشه. هر چقدر که دستتون میره. 3 نفس، 4 و 5. خب حالا بشینید روی زانو. این بری بشینید روی دو زانو بشینین، دستاتون رو رول کنین، سرشونه ها رو رول کنین عقب، از پشت به هم دیگه قلاب کنین. من سرام میذارم این بر که میکروفون اینجاست. بعد سرشونه ها رو بکشید عقب و پایین. سینه رو باز کنین، تیغه های سرشونه رو سعی کنین از پشت به هم دیگه نزدیک کنین. برای 10 نفس اینجا بمونید. دم و بازدم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. آروم سرتون رو بیارین جلو و دستاتون رو آزاد کنین. خب توی همین حالت که هستین یه ذره برین عقب. میخوایم چایلد پوز بریم. چایلد پوز یکی از آسانه‌های یوگاه. حالا چجوریه؟ پاهاتون اندازه عرض متتون باز کنین، حالا هر چقدر که در توانتونه. دو تا شست پا رو بذارین کنار هم و باسنتون رو بذارین روی پاشنه هاتون. خب یه دم بگیرین، ستون فقرات صاف. آروم با دستاتون آروم آروم قدم بزنین بیاین جلو. خب حالا نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که باسنتون سعی کنین از روی پاشنه هاتون بلند نشه و پیشونی رو بذارین روی مت. برای 10 نفس اینجا بمونین. حواستون باشه نفستون رو حبس نکنید.
3 نفس، 4، 5، 6، 7، 8. سعی کنین که سینه رو نزدیک زمین کنین کم کم. 9 و 10. خب حالا آروم سرتون رو پیشونیتون رو بلند کنین، با دستاتون قدم بزنین، یه ذره بیاین عقب. حالا میخوام که توی این حالت قرار بگیرین. خب که من بیام عقب. بعد دوباره دستا رو مثل همون حالت چایلد پوز دستا رو ببرین جلو، ولی این دفعه باسنتون روی پاشنهاتون نیست. به این حالت توی یوگا میگن پاپی پوز. و دوباره سعی کنین که سینه‌تون رو نزدیک زمین کنین، پیشونی هم که روی زمینه. 10 نفس اینجا میمونین. 1، 2، 3، 4، 5، 6. کشش خوب باید زیر بغلتون حس کنید. 8، 9 و 10. حالا دست راست، حالا من اول چپ رو انجام میدم. دست چپتون رو دراز کنید در راستای سرشونتون. دست راستتون رو اینجوری ستون کنید. این حالت نگه دارین. یک کشش خوب برای سرشونه و بالای سینه. 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10. بیاین بالا سمت مخالف. دست رو در راستای سرشونتون دراز کنید و دست دیگر رو ستون میکنید. سعی کنین که سینه رو نزدیک زمین کنید. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10. خب آروم بیاین بالا. دستاتون رو بذارین پشتتون، ستون کنین. پاهاتون رو دوتاش زاویه 90 درجه و به چپ و راست نوسان بدین. 1، 2، 3. دم و بازدم یادتون نره. 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10. خب حالا آروم روی متتون به پشت راست بکشین. زانوتون رو بغل کنین، یه ذره پشتتون رو ماساژ بدین. خب حالا توی این حرکت میخوام که پای چپتون رو یه ذره، بذار من پای راست شروع کنم. پای راستتون رو بذارین یه ذره بیرون از بدنتون. حالا من جانسم میذارم بیرون مت. خب پای چپتون رو بندازین روی پای راستتون. دستاتون رو قلاب کنین دور زانو. خب و با این زانوی راستتون مچ پای چپتون رو اینجوری بکشین. میخوام که یک کششی توی عضله پشت رونتون ایجاد بشه. برای 10 نفس نگه میداریم. 1، 2،
3 4 5 6 7 8 9 و 10. بریم سمت دیگه. پاتو یه ذره بیرون از بدنت بذار، پای دیگه تو بنداز روی پات، بگیر و با این زانوت انگار پل بده به سمت بیرون که این کششه ایجاد بشه اینجا. 1 2 3 4 5 6. حالا من مثلا میگم هر حرکت رو 10 نفس انجام بدین، این دست خودتونه، میتونی پاس کنی هر چقدر که دوست داری انجام بدی، هر چقدر که حالا یا کمتر یا بیشتر. و 10. خب دوباره زانوتو بغل کن، سرتو نزدیک زانو کن، 10 نفس. ببین با گردن این شکلی نیا، قشنگ سینه‌تو بلند کن. 5 6 7 8 9 و 10. خب حالا بیا تو حالت اسکوات عمیق. خب مثلا اینجوری بشین، میخوام که بشینی اینجوری روی زمین، روی زمین هم که نه، اسکوات. حالا شاید شما تا اینجا میتونی، خب اصلا اوکیه، هر چقدر که در توانته. اگرم که میتونی اسکوات عمیق بزن. خب حالا میریم که داشته باشیم. میای بالا، دم میگیری، میای بالا، پشت پاهاتو صاف میکنی اگه میتونی، اگه نه با زانوی خمم اوکیه. ببین مهم اینه که خودت بفهمی داره پشت پات درگیر میشه، داره این عضلات پشت پات بیدار میشه و کش میاد. مال من شاید باید اینجوری صاف باشه که کش بیاد، مال شما شاید توی این حالت تو احساس میکنی که داره کش میاد. به من نگاه نکن چون من پشت پامو صاف میکنم شما هم پشت پاتو صاف کنی. خب سعی کن سینه‌تو نزدیک پاهات نگه داری و خم به جلو. خب آروم میشینی، دوباره اسکوات، دوباره میای بالا. اینجا یه چی میگن انگار پدال پنجه پاشنم که نه، زانو تو هی به صورت متناوب خم و راست کن که پشت پات بیدار بشه. 1 2 3 4 5. اوکی. دم بگیر، بریم اسکوات. بیا بالا، دوباره 1 2 3 4 5. اسکوات. دم بگیر، بشین، یه دم بازدم اینجا، برو بالا. 1 2 3 4 و 5. دوباره بشین اسکوات. خب حالا توی این حالت که هستی میخوام که یک پاتو بذاری جلو. حالا من با پای چپ شروع میکنم که شما برای اینکه تو دوربین پای چپتو میذاری جلو، پای راستت به حالا مثل دونده، انگشتای پای راستت روی زمینه ولی زانو روی زمینی، زانو رو بلند میکنی. خب یه ذره پای چپتو میبری سمت چپ، میبری بیرون که فضا اینجا باز بشه و آروم میای پایین. حالا نکتهش اینه که اگر که نمیتونی زانوتو بذار روی زمین، بستگی به خودت داره. خب گفتم دیگه
تمرین تو، خودت چیزش کن، هماهنگ کن با توانایی خودت. ولی اگه زانوت بلنده، آقا تا اینجا میتونی بیای، اوکی تا اینجا بیا. میتونی بیای پایین، بیا پایین. یا مثلا اومدی پایین، چه میدونم 5 نفس اینجوری رفتی، 5 نفس میخوای اینجوری بری. یا میتونی از این آجرای یوگا یا حالا هرچی بالشت چیزی داری استفاده کنی. خب بریم. من 5 نفس اینو میشمارم چون 5 تا شد دیگه، داشتم توضیح میدادم، وگرنه 10 نفس. 2 3 4 و 5. میای بالا، پاتو بیار وسط، زانو رو بذار روی زمین. زانو رو میذاری روی زمین. میخوام که مثل جلسه قبل پشت اینجوری باسن عقل نباشه، باسن پاک کن بیاد جلو و باسن تو هل بده سمت زمین. اینجا رو میبینی زاویه باز شده، زاویه این شکلی نیست، 90 درجه نیست، زاویه باز شده. حالا اینو اگه میتونی انجام بده، اگه تو اون برات سخته، هنوز تواناییشو نداری، زاویه 90 انجام میدی. ولی اگر که میتونی این شکلی انجام بده. خب دم بگیر، دستو ببر بالا. حالا دست چپ بالا، دستی که پاش جلوه بالا و خم شو به سمت مخالف. دم و باز دم، دم و باز دم 2، دم و باز دم 3 4 و 5. بیا بالا، 2 تا دستتو بذار روی زمین. بریم توی حرکت فراگ، قورباغه. بذارم از این رخ نشون بدم. پاهاتو باز میکنی هر چقدر که میتونی. خب باید کشش رو توی کشاله رانت احساس کنی. پاهاتو باز میکنی، شست پاهاتو نزدیک هم میکنی، دستا جلو و نوسان میدی. دم باز دم، دم باز دم، دم باز دم 3. مال یکی اینقدر باز میشه، مال یکی بیشتر باز میشه. اونقدری باز کن که ببین میخوام که بین 70 تا 80% توانایی تو انجام بدی، نمیخوام 100 بذاری. خب چون این میشه آسیب. 8 9 و 10. خب پا رو جمع کن، بریم پای بعدی. دست راست، ببخشید پای راست رو بذار جلو و هایلند. زانو رو بلند کن و بیا پایین هر جا که میتونی. دم و باز دم 1، دم و باز دم 2، دم و باز دم 3، دم و باز دم 4 5 6 7 8 9 و 10. بیا وسط، پاتو بیار وسط، زانوی پشتی رو بذار روی زمین و دم بگیر، بیا بالا. باش این بری. دست راست بالا، دست چپ. بالا تنتو خم کن به سمت مخالف. دم و باز دم 1 2 3 4 و 5. خب بیا وسط، دوباره حرکت قورباغه یا فراگ. حالا از این طرفی من انجام بدم، از روبرو. هر چقدر که پات باز میشه احساس میکنی که عضلات درگیر شده. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 و 10. بیا وسط. دوباره بریم توی حالت دیپ سکوات عمیق. بشین. خب آروم باسنتو بلند کن، بیا بالا، پشت پا صاف. الان دیگه فکر میکنم یه ذره باید بیشتر از قبل که اول که انجام دادیم پشت پات باز شده باشه. درسته؟ 1 2 3 4 5. بشین سکوات. یکی دیگه. 1 2 3 4 5. بشین. 2 تا. بریم بالا. 1 2 3 4 5. بشین. دم بگیر، بیا بالا. 1 2 3 4 5. فکر کنم 4 ست شد. یه ست دیگه انجام بدیم. بیا بالا. آفرین. 1 2 3 4 و 5. خب همینجا نگه دار. اگه میتونی دستتو بذار زیر انگشتای پات و بالا تنتو بکش، پشتتو بکش. اگه نمیتونی اینجا، میتونی اینجا بذار. پشت پاتو صاف نگه دار. دم و بازدم 2 3 4 و 5. خب آروم بشین. تموم شد تمرین امروزمون به همین سادگی، به همین راحتی. امیدوارم که لذت برده باشی، بدنت بیدار شده باشه. هر وقتی از روز که بخوای میتونی انجام بدی. اگه تمرین خاصی میخوای انجام بدی، سوالی داری، توی کامنت ها بنویس و لایک و سابسکرایب هم یادت نره. جلسه دیگه دوباره همدیگر رو میبینیم. نمسته. روز خوبی داشته باشیم.